یگان کس هست؟ نه هیچ کس نیست. من اطراف رو تفتیش میکنم. شما نیز هوشیار باشید. مایلاش. کلافتر اقبالتر شما از این طرف روید. ما با شاهین از پیش میدوانیم. مایل شکر. بچه ها زنگ زدنشون رو دادم ولی از کجا میدونیم که اونها ما رو اینجا انتظارن؟ درست میگوید. درویم گشت شاید نبرویم. اگر دام باشد هیچ چیز کرده نمی شود. بچه ها حکایه حضرت حسین را میدانید. او هم میدانست که به دام میافتد ولی به خفا نگشت. در آخر مرد باشد هم مقابل ظالمان برآمد. ما هم همینطور میکنیم انشالله. هرچی از تقدیرم. آماده هستید؟ آماده ایم. بله اکا آماده ایم. بهتر باشد رفتیم. بسم الله. با خود سخت باوری داشتیم. چه شد رنگ و رویت پرید؟ بخیر است؟ آب نوشم ممکن؟ آیا تو خبر داری؟ در ماه محرم هستیم. در ماه محرم چی شده بود؟ رسول الله را مثل تو آدمان پیغمبر را از کجا می دانند؟ از کجا نبیره اشان را نوری چشمیان کس را می دانند؟ آی شکل! آی شکل! اکا آی شکل! اگر با دقت باشید. آهسته بچه ها. انا همین طور برادرم سنجر. همه وقت آدمان خونخور هستند. خدا را شکر که آدمان هستند که مقابل ظلم مبارزه میبرند. یگان حکمت هست که مثل تو خونخور آدمان هستند. ولی تا اینجا بچه ها زنده اید؟ بچه ها نخود شما شهید شدید و فقط من موندم. تو چی ها میگویی برادر؟ گوشهایم کر شدند. چی؟
گوشهایم کار شدن میگویم. چی؟ نمیشنوم. اوه تو حالا خوب هستی شاهین؟ هوشیار باشید. آنها همین جایند. پراکنده شوه. موقع گیره. بچه ها ما را ایحاطه کردن. در اینجا ترسانچک نیست. سلامت برای این شکر کنید. بچه ها آنها بسیاری هستند. چیکار بکنه؟ یگان کس زنده نبراید. هیچ کس. بچه ها ما از اینجا برآمدن نمیتوانیم. البته میبریم ولی جسدهای ما. در عین حال فقط خدا ما را نجات داده میتواند. درست گفتی. بچه ها آرام شوید. بغیر از خدا باز با کی میتوانیم امید بندیم؟ این هم درست. بچه ها سخنهای حضرت حسین را فراموش نمیکنیم. چطور بود؟ ای خدا در مشکلی هم ایمان دارم. در همه مشکلی امید من تو هستی. آمین. 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 در همه حالات امید به خودت داریم خدایا. در همه مشکلی امیدم توی خدا. خدایا مدد کن. خدایا یگانه نجات بخشی تو است. خدایا ما مدد کن. زمین را بلندی و هستی توی. ندارم چی هر چی هستی توی. آریف جواب ده. لبه صبر. آیشگل را نجات دادید؟ افسوس در اینجا نیست. باز هم به دام فریب افتادیم. شما خوب هستید؟ بله یگان مشکلی نیست. ما را گوش کن. یک چیزی عجایب شد. آدمی که زنگ زده جای آیشگل را گفت، باز زنگ زده جای سنجر را هم گفت. با دقت باشید شما هم به دام نفتید سردار. نه این دفعه تفتیش کردیم. فهمم اگر یگان معلومات رسد خبر دهید. شاید او در کجا بودن آیشگل را میداند. مایلش میپرسیم. چی کار کرده؟ آدم در درون باید رفته بینید سردار. خیر وای در کجا؟ در آنجا سردار. بچه ها بیاد بدم یک دوریشون زنم ها. سیب فقط در دست ما سیب. او در کجا باشد ها؟ من یک اطراف رو تفتیش کنم شاید یکان چیز میاد. مایلش احتیاط باشه. تو هم.
Mirad Birans. وقتی تو هم خندی دوستم. مرده تو چقدر میتوانی بگریز؟ شما رو میکشم. شما مردید. نجوم مرا شنیدی؟ نجوم گفتم. مردید. بچه ها او را با نوار گیرید. در آینده این تهدید را فراموش نکنید. با او لازم می شود. یکم کسی شما را زنده نمیمونم. یکم کسی شما را زنده نمیمونم. گوش کن با من بگو آیشگل در کجاست؟ شکل ما او رو که ها گور کردیم. تو حال خبر نداری؟ با کجا گم شده باشد؟ کارلوس کارلوس در کجایی؟ باز با چی نامخونی مشغول باشد؟ نوارگیری را بس کن. خز کمسان آیشگل در کجاست؟ وقتی که باری آخرام دیده بودم مرده بود. چرا با من باور نمیکنی؟ مرا گوش کن. اگر با او یگان کار کرده باشی زنده نمیمونی. فراموش نکن. چطور بیچاره ناله میکرد. مرا سر دید. همش را نقل میکنم میگفت. با من دروغ نگو. او داشت تا حال در گوشم. بعد از کرد را به اشکمش زدن چشمانش چطور کشاده بود میدیدی. بس کن. بس میکشم تو را. من تو را زنده نمیمونم کسافت. اگر مراد به بلا گرفتار بشه او به ما زنده لازم. گرفته برید. فقط میگم فلاکت روی میدهد. رفتیم. اکا ایستوی. چیکار میکنی؟ چیکار میکنی؟ اکا دیوانو شدی؟ گمشو گفتم. فرو به دستم افتاد. فرو میگویم اکا. بلا زنت کار نمی کند. ایستو اکا ایستو. اکا این کارو نکنید. آخر من صاحبش هستم اکا. این کارو نکنید اکا. از من گریخته نمیتوانی. فرو میگویم اکا. کارلوس خدایا خداوندا. اکا نروید. التماس میکنم اکا. کجا رفتی اکا نروید. کارلوس تو باید کمی انتظار شوی آیشگل. تو آدم کش هستی. همین طور میگویند ولی تو این رو فکر نکن. میانم شکست.
کارلوس خوب هستی؟ اکا تو پروندی خیر چیکار میکردم؟ تو قریب آن آدم را میکشتی. چیکار میکردم؟ با او خوراک ببردم. و یادم به من لازم است کارلوس، بسیار هم لازم است. شاید اگونه راهی پیدا کردن آیشه گل همین آدم باشد. روزهای آخر یکدیگر رو پروندن عادت شده است. شد تیر در زیره است. ولی چنان درد میکنه که شکایت نکن کارلوس، تو آدم با قوت هستی، هیچ چیز نمیشود. اکا اگر اهمیت دهی دشمن میگریزد. میدونم. تاکسی ایستو پلیس. با کجا اکا؟ همان آدم دوچرخه سوار را تعقیب میکنیم. یعنی عملیات دارید؟ زودتر باش برادر، اون آدم میگریزد، زودتر. ولی ضرر و زیان در گردن شما اکا. تو زودتر میگویم، زودتر. شد. من کلان شوم پلیس میشوم، قتلان را دستگیر میکنم. دستوی پدری من بسیار با خوبه، چون که پدری من پلیس. تو راست میگویی؟ نباشد بیا پلیس بازی میکنیم. ابرو جان سلام. سلام. من دوگانه مادرت مرا شناختی؟ نه. فراموش کرد. بیا رفتیم. نه مادرم عصبی میشود. ولی من دوگانه مادرت هستم. نه نمیروم، من شما رو نمیشناسم. مادرم با آدمانی ناشناس نرو گفتن. نقص نشد. من با تو توفه گرفته بودم، با مادرت همراه گرفتیم این را. مرحمت. بیا رفتیم. ابرو دخترم این زن کی باشد؟ کمی تیزتر حی کن، به او رسیدگی را خیر، زودتر. اکا مصرف بسیار میشود، با گاز میگردم. درست باز اجاره را از کیسه میدهم. ای خداوند در باره اجاره گپ نزن برادر، زودتر باش، آدم میگریزد. اکا من شما را با یگانجا فرارم، بهتر از دیگر ماشین یابید. برادر این پولها را گیر و زودتر حی کن، زودتر. گیر این را، گیر را زودتر ران میگریزد. اکا کجای خواهد میبرم؟ اکا پس مرا بنده. نبخشید این دختری من او را با کجا میبره؟ مادر جون؟ با سیرو گشت میرویم. تو چیکار میکنی؟ دخترم رو سرده. ابرو دخترم اینجا بیا. میبخشید او همه لازم است. یاری دیه دخترم رو میدوزدم. بیا اینجا. خاموش. داماد رو گیر. اینجا بیا. داماد رو گیر. داماد رو گیر. اینجا بیا بتا. اینجا بیا ایستا. ایستا نرسید با دخترچه نرس. از آنها چی میخوایی؟ بلان زند تو رو. تو دیوانه هستی. سرده او رو. سرده. رابط از اینجا از کجا پیدا. پلیس میگه سرده او رو. نزن تماشا میگه. شبت از اینجا. شبت زودتر از اینجا گفتم. شبت میگویم پاکی میگویم. پلیس. دختر چرا میدوزن؟ همین نمیرسید. التماس یاریدید. چی شد خانم؟ چی مشکلی داره؟ این زن دیوانه شده است. دختری ما رو دزدیدن میخواهد. یاریدید. سخنی خانم درست است؟ درست. با این دخترچه یک کار دارم. گریزاندن. دستهایت رو بردار. تو آدم نیستی. خدا جزایت را دهد. تو چه حیوان هستی؟ از آنها چی میخوایی؟ مادر جون اگر مردن نخواهید کفا گردید. من تو را نمیشناسم. تو کی هستی؟ دختری من است. من دیرزیسته نمیتوانم. التماس با من نرسید. هیچ گپ نه. من با کودکی تو نقص معامله میکنم. التماس مادرم رو نپرونید. نه بس کن. سوار شو.
پلیس و معلمه هم موندن. شو جونکم مادرت رو میبینی فهمیدی گریه نکن. گریه نکرده با این بازی کن. شو جونم آروم شد. آنها با تو ضرر رسونده نمیتوانم پروا نکن. تو چی طور جون میداده باشی ها؟ باز از مد نظر گم نشود. نیاکه این راه به کجا میبرد میدونی؟ با اوبانباری اون مرکه. کارلس تو چی حال داری؟ کمی میسوزد ولی خوبم. شما در کجایی؟ تعقیب را دوام میدیم دوستان. به طرف اوبانباری عمر میرویم. از آیشه گل و سرداد یگان خبری هست؟ نه اکا یگان خبر نیست. پرس که یاردم لازم است. اکا شاید میپرسد که یاردم لازم است یا بهترش نشانه رو بگوید. ما میرویم. من هم نمیدانم کارلس. در راه رفته ایستاده ایم. همین که رسیدید به موزن زنید. شد حاضر خاموش بشود تا باز دید. فهمید مثل هر وقت باز هم تلفن. آدم کش هستی برادر که چه ها میگی؟ بایدش من زنگ میزنم فورا میاییم. مالش اکا این را بیدن تمام شد. خداوند رفیق تلفن را ده. خواهش قسم میخورم مبلغ ندارد. سحر بعد از خانه برآمدم پول میپرداختم ولی وقتم نشد. گاز قوه برق. شد برادر خب کن آرام باش. از حبس برآمدیم اگر سالهای دراز گپ نزدی. تو بهترش آدم را گم نکن زودتر. من به تو پول میپرتایم پول هم میدهم وعده میدهم. حصه من اکا؟ حصه ای خدا تو به من صبر عطا کن. التماس برو سردی من بعد از مادرم رفتن میخوام. از این دختر چی میخوایی؟ از او هیچ چیز نمیخوام. نباشد سرده مگر من کافی نیستم. نمیشود با پدری او کمتر کار داری. من از این پدرم میبرد. البته جانکم برای همین گریه نکن. به نزد پدرت میرویم. من تو رو با او میسپرم. او را به نزد پدرم میرویم. من رو به نزد پدرم میبرم. عمر با دقت باشید. در درون این جزدان حجت مخفی است. راست به قرارگاه دسته یکم میبرید. پروا نکنید سردار. انشالله جزدان را به دستشان برده میرسانم. اگر یگان واقعه شود خبر دهید. البته سردارم. در پناه خدا باشید. عمر 1 ساعت وقت داریم. تو پروا نکن. انشالله در وقتش آنجا میشه. انشالله. زودتر برادر زودتر. چی شد؟ چرا ایستاده؟ تا همین جا رسیدم اکا گاز تمام شد. ای خدا این هم یافت وقتش را. آدم با کجا رفت ندیدی؟ نه ندیدم اکا. تو یگان راهش را یافته میروی فهمیدی؟ من را به اینجا آوردی اکنون باشد پرتافته میروی اکا. اینطور نمیشود. برادر خودت میروی. برای یاردمت تشکر. این رو بینی؟ این را از کجا گرفتی؟ از یک آدم دزدیدم. امیدوارم که تعقیب نکردم. کردم ولی گریختم. راست میگویی؟ اوف بله گپ را زیاد نکن. میرال در کجا؟ حالا آمده است. کار داشته است. حل کند میآید. تو با من بیا. بیا اینجا. دختر چرا آزاد کن. دمت را گیر.
و تو میگویم بیا اینجا برو منو سرده من با تو نمیخوام رفتن آدم کش با من گوش کن با من بازی نکن با دختر چه نرس با من بیا وگرنه نه مادرت رو میبینی نه پدرت رو فهمیدی مرا نرس گفتم نرس من به تو خلق گفتم دمش رو گیران اطاعت خانم گوش کن اگر دختری با آداب شوی پدرت رو میبینی اگر بی آدابی کنی دیگر اصل و پدرت رو نمیبینی فهمیدی؟ بله تو آدمی بد هستی میدونم جونکم روگن امرو با سنفی چند میرود؟ با صنفی 3 چی طور زود کلاش شد گویا دیروز تولد شده بود باری اول پدر گفتنه شد تا حال در خاطر دارم بله میبینی که دیر نگذشته عروس شده است انشالله این هم میشود گوش میکنم عمر چیتاب کن التماس چیتاب کن چی شد؟ چی واقع شد؟ ابرو را دزدیدن چی؟ کی دزدید؟ تو در کجایی؟ در پلیس خانه نمیدونم کی دزدید فهمیدم من حاضر میآیم و خیر است عمر؟ دخترم رو دزدیدم یا خدایا کی دزدیده است؟ عمر ابرو؟ این چی معنا دارد ها؟ عمر با دقت باش مادر جان مادر در جایت ایستو کجا میروی ما وقتش نرسیده است ایستو گفتم به تو آرام شو عمر دختره در دستم به یکان دیوانگی جزدان را به من میده جزدان رو گرفته بیا دادا نمیتوانیم در درون سری دولتی دخترم چی؟ دخترم چی میشود؟ آرام شو او خورد است هیچ چیز نمی کند لافی بهوده میزند دخترم رو حاضر میکشند عمر دیوانگی نکن برای جزدان میگیرد نه برایم دخترم میمورد کمی صبر کن یاری طلب میکنیم و شما میگویم وقت رو نگرفته جزدان را عمر ایستا سرده حیات دخترم در خطر سرده دخترم میمورد 3411 مرکز 3411 مرکز مادر جان با دقت باشید این آدمی بد است آرام شو دخترم نترس من تو رو نجات میدهم در جایت ایستا جزدان رو کشادم بعد دخترت رو گرفته دفع شد اول دخترم رو سرده با ماشین شدن و فکرم تو شک گذاشته نمیتوان جزدان رو بیده من تو جزدان رو داده نمیتوانم چیزی که خواهی طلب کن ولی جزدان رو داده نمیتوانم نباشد با پدرت خیر و خوش بکن الوداع بگو چی بود؟ مادر جان نجات میدهد مرا گپ را زیاد نکرده جزدان رو میده وگرنه از اینجا جسدی دخترت رو میبری مادر جان التماس مرا نجات از دختر من چی میخواهید او را به حالش گذاره من رحمدل نیستم وقتی تو خیلی کم مانده است من جزدان را کشاده نمیتوانم چرا؟ چون که کلید در دست شخصی است که این را قبول میکند فقط او کشاده میتواند بلا سنت سلاحت را پرتاب نیم دختر چرا چیکار سرده میکنی؟ ایستا دخترم در دستی او سلاحت را پرتاب گفتم سلاحت را پرتو نیم پرتاب گفتم پرتاب فهمیدم شد بپرتویم نیم خاموش باش وگرنه گردنت
آدمی با دوچرخه آمده در کجاست نمیدونه. مرا میجویی؟ گیره درو ayağınca kulp kunid. این میرال بیجا شد. اکنون تو آزادی بیرم. بیرم؟ بله بیرم، ولی به نزدی پدرت نه، به دیگر طرف. نه پدرم رو تنها نمیمانم. و تو رو گفتم. دخترم سود از اینجا را. من شما رو نمیپردازم. من البته میایم. را شد از اینجا. به شما رفتن نمیتوانم. مرا فکر نکن دخترم. را دو. دف شو از اینجا، دف شو. زودتر. ابرو زودتر. گریز گریز. دخترت تو رو بسیار دوست می‌دارد. افسوس که یتیم کلان می‌شود. با من چیزی که می‌خوای بکن من دخترم رو نجات دادم. نه تو و نه دخترچه به من لازم نیست. به من نه این لازم است. یکم کار بکن تو رو می‌نشد. پلیس تو نجات ده. یکم کار بکن بازم جزدان رو ندید. از من نرنج. این جزدان رو باید بگیرم. دختر ابرو پدر جانم. را دخترم گریز از اینجا. میرم از اینجا. پدر جان. پدر جان. پدر جان. پدر جان. دخترم ابرو نبیا. چرا تو نگفتی؟ قاتلان بناموز ابلیس ها. بسیار گپ نزن. حاضر میمیری. پدر جان. پدر جان. دخترم پدر جان التماس نمورد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. پدر جان. پدر جان. پدر جان. پدر جان من شما رو دوست می‌دارم. پدر جان التماس خیزه. خیزه پدر جان خیزه. پدر جان. تنی خیز رفته. پدر جان. پدر جان. وقتهای آخر رفته دید شده. جزدان را گیر و رفته. پدر جان. گیر جزدان را رفته. میرال خانمی شرط است. یکم راه دیگر را فکر میکردیم. فرسون چک نهده برا. پدر جان. کودک را گرفته بر. دور کن از اینجا. زودتر. پدر جان سردید برم. سردید برم. راهگر گفتم. راهگر. راهگر. پدر جان. راهگر. آهن را بریدن مشکل است. پدر جان. برای همین میبخشی عمر. با اون دنیا به یک دست میروی. پدر جان. Gül ben seni
نهایت تو را پیدا کردم. بله بسیار کوریارو جناب کردی. من تو را نجات میدهم نگفته بودم، مییابم گفته بودم. اگر منطقا فکر کنی موفق شدم. بسیار خوب. حقا تنها نمیمورم، همراه هم میشوی. سرورونی گروهی یکم در دستی ما. هر کاری کردن خواهی بکن. میکنیم، پروا نکنید. شمایان رو به اون دنیا بفرستم. حاضر که وقت داری بکشم. وگرنه جانت رو نجات داده نمیتوانم. مرگ تو در دستی من هستن میدونی. یک چیز پرسم. وای همه وقت میخیر لقی. بله بعضن. چی؟ باز یک روان هست. شما با یک دیگر عاشق هستید. نه. ولی من اینطور فکر نمی کنم. این لحظه های آخری حیاتتون بهترش با یک دیگر روزی دلتون رو بگویید. آخه گفتم کو یک رو است. گفتم کو این رو نه. سری دلتون رو با یک دیگر گویید. آنها رو با هم بنده. خوب شده است. یک رو است. یک رو ها؟ مگر نه؟ یک رو نیستی؟ یک رو است. همیشه یک روی میکنی. پدرجانم در دخترش تحقیق کرده است. عمر از ماشین پر آمده است. تا دوامش معلوم. جزدان را چطور گرفته است؟ خدایا تمام شد بس. باز یک چیزی دیگر. دخترچه در ماشین بودن یک زنی دیگر را گفت. از روی نقلش باشه گل ماند. بسیار ناز. یعنی که تا حال زنده است. یک چیز پرسم سردار، در درون آن جزدان چی بود؟ حجت های مخفی. رویخط آدمانی که تشکیلات تروریستی با فایده ما کار میکردن با ما آورده ایستاده بودن. اکنون چی میشود سردار؟ نمیدونم. همش چپ و راست شده. اگر آدمانمان رو برگردونیم بیخبر میکنیم. اگر بر نگردونیم حیات همه آنها در خطر است. از عارف هم خبر نیست. مگر زنگ نزد؟ با او یگون واقع روی داد؟ خدا نشان ندهد. یک آدم تایها باید زنگ میزد ولی فقط همین نمیرسید. گله مرا گوش کن دختر چه زیبا. فقط غمگین نشو. مینش؟ ما البته جزای آنها را میدهیم. وعده میدهیم. خب مرا چی طوری افتی؟ کمی لاغر شدی. این رو نمیپرسم. چرا؟ از کجا فهمیدی که من رو با اینجا میارم؟ نمیدانستم. یک آدم را تعقیب کرده آمدم. اقلا میگفتی که شش حسیاتی من با قوت است. حسیاتم خیلی قوی است. یگان پیشروی هست؟ کوشش دارم. سنجر تو را بسیار عذاب داد. کمتر ولی طاقت کرده توانستم.
آن چیزی رو پرسید که نمیدونم. چرا پرسید؟ در کجا بودن پدرم رو من باشم چیزی که میدونستم گفتم. پدر در کجاست؟ در قبرستان. در این مورد باید کمی با حسیات گپ زد. افسوس قریب که هیچ چیز در خاطرم نیست. آنچه یاد دارم خاطره های خوب نیستند. تو رو یکان وقت شکنجه داده بودم. در سوریه اسیر افتاده بودم. یک چند ماه شکنجه سختی را دیدم. یک چند ماه؟ بله. همش خواست خداست. ولی تو با تقدیر بوده ای. در یک روز نجات یافتی. بناگاه پدری تو در حقیقت زنده باشد؟ این هیچ ناممکن است. نباشد چرا میپرسند؟ انیق آنها چیزی را میدانند. آنها زنده بودن پدرت را فهمیدند. بعد فهمیدند که تو دختری او هستی. یعنی برای پدرم رو یافتن من دزدیدند. آفرین، بسیار زود درک میکنی. با تو گفتم که پدرم مردند. جسدش را دیده ای؟ نه، خبرشون رو میدونم. پس فکر میکنی که این راست است؟ مگر نه؟ وایشگون، به فکر من پدر تو زنده است. زنده است. گریه ها گشاده می شود. ابرو تو سیپی چند میداری؟ از این دیسه. آفرین. دختر چرا بارید؟ بیا دختر جان، بیا رفتیم. در پناه خدا باشی. بیاید به قرارگاه میرویم. کار ما بسیار است. چه خیل میشود؟ اول آیشگل و آریخ رو باید یابیم. آن روی خط مهم را باید به دست آورد. صدها آدمان ما در خطر هستند. ما حتی نمیدانیم که در روی خط کیها بودند. همش را باید انیق کنیم. اگر انیق نکنیم بچه ها، با شما گفتمونم بعد به جمع کردن جسمهایمون آغاز میکنیم. برای همین شتاب باید کرد. سنجر گپ نمیزند. سنجر در دست ما؟ بله گپ نمیزند. سردار اجازه دید من با او گپ زنم. زنی مدیر را اون نکشته بود مگر؟ بله. در ایستگاه ماشین ها آدمان را کشته باری من کرده بود. من قسم را نگرفته بودم. بیهوده وقت صرف نکن. از دو سر گپ نمیزند. سردار بالده زبانی او را نقض میدارد. باور نمیکنم. او آدمی پرطاقت است. پرطاقت؟ من پرطاقتم را به گپ در آوردن را دوست میدارم. من با بالته 15 دقیقه وقت میدیم سردار. یگان کس شرط میکند؟ من شرط میکنم. من هم. به ضیافت میشود و آدم اصلا گپ نمیزند. رفتیم زودتر. بالته به گپ ندارد من میسوزم. نمیشود آخر نمیشود. میشود تو دوام ده. نمیشود میگویم. خدایا خداوندا هیچگاه امیدت را نکن. ما رو از اینجا هیچ کس نجات نمیدهد. تو مرا عصبی نکن. از خدا فقط کافران امیدشان را میکنند. این خاصی ما نیست. این طور نگوی. درست میگویی ولی نمیشود. این طور شدنش رو حتی تصور نمیکردم. به من فرق ندارد. یعنی شهید شوم شد. چطور میشوم فرق ندارد. تو به من بگوی تو چرا اینقدر شهید شدن میخواهی؟ از ناتوانیم. یعنی چی طور؟ در اینجا خودم را پیدا کرده نمیتوانم. یعنی همچون آدم موقعیم را نمیتوانم. شهید شوم شاید در آن دنیا
فهمیدی؟ آرامش و مقام می‌یابم. من این رو فکر نکرده بودم. مگر دیگر روی شهید شدن نیست؟ هست. عاشقان هم شهید می شوند. یعنی چطور؟ حتی شهید اساسی آنها هستند. در راه حق جان دادن برایشان شرف است. بسیار خوب. تو یکون برو عاشق شده ای؟ اگر عاشق نبودم گویم دروغ میگویم. چیز کردی؟ یعنی ما با هم بسته هستیم. خیر. انا همین طور بسته ای همدیگر هستیم، ولی این دفعه دلهایمان را با هم بستند. تو چی؟ عشق برای من نیست. چرا؟ تو دل نداری مگر؟ دارم، ولی اون رو استفاده نمیبرم. من منطق و عقل رو استفاده میبرم. عقل، منطق، ولی عقل برای حقیقت را از دروغ فرق کردن است. یک لطف خدا است برای انسان ها. خوش آمدی ریچارد. خوش باشه. چیزی که میخواستی گرفتیم. روی خط در اینجا. در اینجا هم هست؟ این رو تو میدونی. با فکرم تمام جاسوسانی تشکیلات های موجود بوده هستند. البته وابسته از آن که کی رو میجویی. تو فرمایشی مرا آوردی؟ بله آوردم. بله همین. تیاریتون رو بینید. بخیر است؟ پگاه همه سرداران جاسوسان پنهانی جمع می شوند. برای آنها یک سورپریز داریم. بسیار سورپریزی نقص. همه رو جمع کن. شنیدی؟ همه رو. مایلش گفت شما شود. همین که سرداران جاسوسان جمع آمدند دیگر آنجا نزدیک شدن نبتوانند. فهمیدم که تو مرا نغز نمیدانی. من به هر کجایی که خواهم میدرویم. مرا فهمیدی؟ به همه جا. تو چرا از پدرت رنجیده ای؟ مادرم برای آن کس شده مردند. یعنی چطور؟ بار دیگر نقل میکنم. این رمان درباره واقعه خوش گپ زنیم. مایلش؟ مثلا درباره چی؟ نمیدونم. مثلا خردسالیت را نقل کن. خردسالیم را؟ مایلش. یک روز مدیر یتیمخانه مرا بسیار هم سخت زد. جدی نیستی؟ در پشتم تا حال ایزش هست. بسیار غمگین شدم. پدر و مادر نداشتی؟ نه، من یتیم بودم. با تو صحبت هم کرده نمی شود. خودت گبراک شدی. من چیکار کردم؟ خدایا خداوند. چی مگر در زندگی ما روزهای خوش نیستند عارف؟ به فکرم می شود. یعنی چی طور؟ از دلت پرس.
گوش کن که دلت چی میگوید. نه یا بهترش از من دقت پرس. خیر باز خودت میدانی. اگر با آنجا داره زنده نمیبره این رو میدونی. نیتی من اینطور نیست. بمب رو من خودم به درون میدارم. یعنی توکل کنی؟ بله. این دولت رو فقط با فکرهای عالی به دست آورده میشود. هر روز سست‌تر شده ایستاده. برای دولت شما این ضربه سخت میشود. برای اون که باز با پا مستحکم ایستیم هر چی لازم شود میکنیم. با تو کار کردن شوق‌آور بود. برای من هم. من از آن غمگینم که دیگر تو رو نمیبینم. شب بخیر. شب بخیر. آماده کردی؟ با این تجهیزات ترکنده نیمی شهر رو نیست میکنی. پروا ندارم. یگان نفری آنها زنده نمیبرویند. یعنی اویله نداری؟ برای تو فقط گروه یک وجود دارد. نه در اصل اینطور نه. یک فکر کن در جامعه چندین میلیون آدمان هستند. مادران، پدران، کودکان، کلانسالان. به خاطر آنها زندگی میکنیم. به خاطر آنها فعالیت داریم. همه آنها اهل عائله ما هستند. این وطن خود عائله من است. هر آدم، حتی آنهایی که به من نفرت دارند. فکر نمی کردم که تو خیلی آدم هستی. مرا چطور آدم میشماریدی؟ کمی وای. چه خیلی؟ زهردار؟ استغفرالله تا این درجه نی. کمی دغل هستی. دغل؟ این تعریف حساب نمی شود؟ بله اما در اصل آدمی حساس بدهی. به من گوش کن. این سخنها را باید من میگفتم. من همچون زن به همین هم حساس هستم. آوازت حضور می بخشد. یکون چیز نقل بکن. چی نقل کنم؟ چیزی که خواهی. وقتی که تو را یکم بار دیده بودم چی بگم؟ یعنی مثل آدمانی که از بالا نگاه میکنن نمودی مغرور. تو باشی مثل آدم خوش نمودی. ولی این طور نبودنم را زود فهمیدی ها؟ بله آدم کش نیستی. تو کاملا دیوانه هستی. تو هم هوابلند نیستی. تو همگی وظیفت را اجرا میکنی. به وظیفت اهمیت جدی میدی. برای همین آدمی هوابلند مینمایی. ولی اصلا بسیار خاکسار هستی. آیشه گل. آیشه گل. آیشه گل. آیشه گل. آه اگر از اینجا رهایی میافتیم. دخترم یکون روزها مشروبتو نقل میکنم. میدونم غمگین میشوی ولی مرا میبخشی. جانقم آیشه گلم کمی صبر کن.
ملا یگانه امیدم تو بودی. دخترم را نجات داده نتوانستی. تو رفتنی ملا آیشگل رو به دیگر جا بردن. پرستم ولی اصلا هیچ کجا پیدا نکردم. ملا چی؟ وای هم نیست. رئیس چرا ما آیشگل رو نجات ندادیم؟ در روبروی دخترم ایستاده چی میگویم استوری؟ چطور در نزد دخترم پیدا شوم استوری؟ ما او چی میگویم؟ چرا پدری تو از عقل بیگانه دیوانه نمیشود؟ این هم درست. بعد اگر ما با ملا امانت را تسلیم نمی کردیم چرا به اینجا گرفته آوردیم؟ مگر از ما کمتر مردیگری دارد؟ خودت میدانی رئیس تو گرفته اومدی. گفتم اگر رئیس گرفته اومده باشد یگون حکمت دارد. من همه وقت تو را دستگیری میکنم. لازم شود جانم رو فدا میکنم. ها من دل ملا را میدانم استوری. وی جانش را میدید ولی اوی شگل را نه. نمیدانم رئیس. چی شد؟ چرا میجویی؟ تلفنم رو نمیابم. برادر اگر از گلتیخه گذاریم در چراغک راه مرا فرار میلش. دیوانه شده ای؟ از خفا باز راهگیرا را دراز نکردن نمانند. نظارت کنید. به عقیده تو باوری دارم. اگر نمی مرده جفتی مناسب می شود. چی جای دروغ گفتن؟ اگر تو موری در جهنم حتما جای خودت را پیدا میکنی. در حقیقت به شما نگریسته میبینم که عشق شما علنگه میگیرد. تو بیمار هستی؟ بله، یگان مشکلی داری. رزت حریف این سوزشواری است. باوری هم نمیاید ما را میسوزاند. در این آتش که میسوزیم چو پروانه به عشقشم، چو پروانه به عشقشم. حریف با خود بیا. چی شده است؟ ما مثل حضرت ابراهیم در آتش میسوزیم. کور در آرزوی یک چشم، یک چشم در آرزوی دو چشم است. میلش من رفتم. بعدی کمی اینجا بوی گوش بریان میکند. من طاقت این بوی رو ندارم. تو در حقیقت عقلت رو خورده ای. تو به جزا نمیمونی. وقتی که پدرت میفهمد این خیلی جان داده ای غمگین میشود. نخود همهش به آخری رسید. اینطور نگو. داستان اساسی اکنون سر می شود. گشکا در اصل بود یا اینکه نبود نمیدانم، ولی یک روایت است. وقتی که حضرت ابراهیم را با آتش پرداختند مادرش فریاد کرده است پسرم را با آتش پرداختند، پسرم را می سوزانند. حضرت ابراهیم به مادرش گفته است مادر جان شما تنها آتش را میبینید ولی اینجا برای من باغ است. ما حاضر با باغ میدویم؟ البته. نه شما حاضر خاکستر میشوید. آماده هستید؟ مرحمت شروع کنید. بلا زند. شمال برادر شمال. البته در نمیگیرد. تو کمی نزدیکتر بیا، نزدیک شو.
انا اکنون درگیرم آریف؟ آها اکنون درگیرم باز یک باری دیگر آکایی دستش رو کشوده است. تو هوشیار هستی؟ حقیقت آریف با دقت باش. چی شد؟ چرا ایستاده ای؟ راه بسته است. آریف! آریف! برادر راه را کشو ما وقت نداره راه را کشو میگویم و تو میگویم نمیفهمی یا میرم برادر راه را کشو اوه و علیکم بر سلام و علیکم بر سلام. بخیر است؟ و کجا می روید؟ قبل زیاد نکن راه را کشو گفتم میدانید این جانور ویران شد. و ما فرق نداره راه را کشو شما چه خیلی آدم هستید گپ را نمیفهمید. این تراکتور خرنخسکی ایخ گوی روند همین خیلی؟ قبل زیاد نکن مایل است گفته شما باشد. بچه ها ماشین را گرفتن لازم. این با کی گپ میزنه با ما گپ میزند. من آنها را یک طرف میکنم. درست میگویی. درست گفتم. درست گفتی. آریف! دوستت با اون دنیا رفت اکنون نوبت تو گیر تلفنت را میجستی بچه ها آنها بسیاری بودند. اکی عارف باید پیامک رو پورا می نویستم. یکزار بیساری باشند کم باشند دو بار بپرانی تمام. برادر جان تو چی ها گفتی نفهمیدم. من را عصبی نکنید از پس کارتان شوید. و کفا را زودتر. حالا ایستید.
زودتر دستایت رو کی شدی؟ هنگام صبح حیاتم رو نجات دادی. من همین طور آدمم آیشه گل چیکار کنم؟ کاری کرده آدمان رو نجات میدهم. حریف تشکر زیاد. در یک لحظه فکر کردم که زنده با زنده میسوزونم. شو آرام شو آیشه همهش گذشت. آدم میگریزه کلام میآید ترسان چکا نگریزه داخل حالا رفتم میرال را دستگیر کردنم لازم است. آن زن رو غیر از من هیچ کس نمیکشد. چی شد؟ میبینم به خود آمده ای. سلاحت را پرتا تو رو میبخشم. خیر باز چیکار کنم؟ فرصت هم دادم. رفتیم. بیهونه رو این 3 نفر رو کشته نتوانسته. بچه ها بینید هر چیزی رو پرتایی بپرونم. چرا میپروند؟ نمیدونم اکا. همین قدر کار رفته بیا رفته عارف ایستا آنها چطور نجات یافتند؟ پرونه بکشید آنها را. نه این دفعه نوبتی ما. بگذار گفته تو شود. این دفعه نمیگریزد. این طور نمیشود.
اینجا چیکار میکنی؟ با چیکار برآمدم؟ چیکار میکردم؟ زیگه تو میکنی؟ میگریزیم. با اینجا چی تبر آمدی؟ دستم رو کشا. وقتت رو یافتی دستم رو کشا. میلش زودتر باش. شاهین! شاهین! چی شد؟ شاهین! سنجر گریخت! چی کرد گریخت؟ تو خوب هستی؟ من خوبم، شما چی؟ خدا را شکر. خدا رو شکر. یک چند کسی این سو میآید. بچه ها زودتر از اینجا روین وگرنه کار دیگر رنگ میگیرد. زودتر 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 زودتر. زود باشید. همین قدر آسان. خدا را شکر. همین قدر آسان بود برادر. خدا راضی باشد. برادر بیایید رفتیم. بلو زند. چرا تو رو گوش کردم؟ به عقل تو مرا به کجا آوردی؟ راه گرد. ایستا میگویم. ایستا. آخرین ایستگاه. دستاتان رو بردارید. پرتو سلاحات را. پرتو میگویم. اوه پرنده ها در قفسن که دویدن گوسالا تا همین جا بوده است. یک دو کوب برده بعد بریم. حتی سنجر رو من به خانه میبرم. هرگاه شدم میزنم. من فکری بهتر دارم. در اینجا فقط ما هستیم. بیاید کشته میپرتویم. چی میشود؟ یعنی چه؟ میکوشیم؟ چرا خود را ازردیم؟ در همین جانها رو کشته میپرتویم. من راضی. من هم راضی. من از دیروز باز راضیم. من نمیدونم. تو رحمدلی نکن. مردک بر این گپ زن. مالش بگذار گفته شما شود. شما دیوانه شده. چهل کشتن. شما پلیس هستید. کارگری دولت هستید. نمیتوانید. شما قاتل نیستید. با شما قاتلان مبارزه بوده. ما هم نیز قاتل میشویم. یک دقیقه من خواست شما رو اجرا کردم. جای میرل رو به شما گفتم. چی؟ جایی مرا تو گفتی بلا زند. چیکار میکردم؟ تو از وی موش نخورده ای. تا سهر زد. هر ضربهش با قوت 1 تن مجبور شدم. بلا زند تو را. گوش کنید با این دست و بازوان نگرید. جناب بالتا. تو رو میکشم سنجر میکشم. بس کنید بچه ها آماده شوید. حساب میکنم 3 2
نپرانید و مرهم کنید. یک آتش کار کردم درسی خوب نیست. چی شد؟ دیدی آسان نیست. چی شد به شما؟ در آتش غرور و جنونتان ایستاده نمیشد. این احوال زار را ببینید. پا اوف این بوی چیه که؟ به فکرم اینها ازارشان را پر کردن. شمال این بوی بد رو میارد. دیخت بچه ها دیخت. آدم میافتد شجاع کنه. اون میافتد شجاع کنه. افتید سرش پاره شد. شوخی به شوخی آدم مرد. گناه شما که نمانده کمیلت رو کب کنیم. اهمیت ندید. جزایشان را گرفتن. قصد مدیر را هم گرفتیم. راست میگویی. انشاءالله از جهنم نمیبراید. حیوان در حقیقت از حیوان فرق نداشت. میلش رفتیم. به نام خدا باز تو را نجات دادم آی شکل. بله از تو قرض دارم. چه خواهشی داشته باشه بگو. اکنون یک ضیافتی کلان میدهی. مایلش واقعا نگفته نماند که به همه گروه. بالتا نهایت میشه. چرا؟ یک چیز میپرسم. یک باره 700 دلار خوردنش راست است؟ بله آن را پیش از فراغ میخورم. گوش نباشد دیوانه میشود. باور کن. خودش چی گفت؟ نمیدونم دوستم. روی تو رو گردانید. یعنی تا سحر پینک زدی ها؟ دستت درد رو نبیند با. چقدر زیبی هم دیگر. آره پرواز دارد. لیکن به هم دیگر زیبنده. گردت اوی نفس میگیرد. یوری تجلی رو طلب کنیم.